هدیه خان خب جیم روزی تولد است یا مبارک شود روزی تولد 100 ساله شدی بعد از آن پیر شدی کلنی عزیز انا همین خوشتامنت که دلش یافته در آخر فیلم کلیم پاشا اینقدر بایدگر مهربان شده خدا با تو هر خیلی مهربان باشد در کجایی که نباشی آمدی کارت تیاد براری کارت تیاد همیشه از زبانت خنده دور نگرد برای هم میخواهم که هیچ وقت روزی کمی را نبینی همیشه سربلند باشی خدا براری کارت تیاد هیچ وقت از لبانت خنده دور نگرد روزی تولد مبارک با 100 ساله ها انا میخوای روزی تولدت با دوستانت با خویش و اقربایت با نزدیکانت خیر باری دیگر از نام امک پاچار روزی تولد مبارک باشد بگویم که شدی باعث خرسندی اهل خاندان گشته خوشنود از این خویش و تباران روز تا روز شوی خوشنود و زیبا بهر تبریک تو آیند عزیزان زادروز مبارک دیه جانی ما کلین پاشای ما را که یک دخترچه خیلی زیبا پری چهره با شرم با حیا هنرمند جوان و خوش سلیقه که روزی مولود دارد از ضمیر قلب ما مبارکباد میگوییم الها چه آرزویی که در دلش هست خداوند به آن آرزوهایش با سری بلند با نام نیک برساند الها برایش در انین روزی مولودش فتح قله های بلند ایجادیات خودش را تمنا میکنیم و امروز من از ضمیر قلب خودم برای کلین پاشا برای این دخترچه که بسیار در آینده بسیار یک راه های دشوار هست آن را البته من باوری دارم طی میکند به قله آرزویش میرسد روز در روزی مولودش گفتنی هستم زادروزی تو مبارک جشن تو فرخنده با روزگارت پایدار و خانت پاینده با آفتابی بخت دایم در سرت تابنده با در دهانت لبس شیر و شکرت زیبنده با آرزو داریم که هر یک سال عمرت 100 شود دوستت فرخنده باشد حال دشمن بد شود زادروزت مبارک باشد دیه جان عزیز و شیرینیم دیه جان عزیز زادروزت مبارک باشد آرزویم همه سرسبزی تو است تنت همیشه سالم باشد دل یک دانه تو سبز و بهاری روزگارت شاد بماند آنچنان زندگی کن که نامد وردی زبان همگان گردد و تا به ثریا برسد ایزید که جهان به قبضه قدرت اوست دو چیز تو را داده است که هر دو نکوست هم سیرت آن که همه را داری دوست هم صورت آن که کس تو را دارد دوست زادروزت مبارک خواهر نازنینم دیه پاشا زادروزت مبارک باشد کجم همیشه سربلند و خانه آباد باش تبریک باید دیه جان خواهر جانی مهربانم 20 سالگی مبارک باشد الهیم 101 بده رو چه در دل آرزو داشتگی باشی همه آرزوهات عملی گردد باز هم به قله های بلندی سند برد دیج که زادروز مبارک باشد 20 سالگی مبارک باشد در 20 سال حیاتت چقدر پستی بلندی زندگی حیاته چقدر پستی بلندی صنعت و ایجادیات دیدی لیکن هم به نگاه نکرده حرکت کردی پیش رفتی و خداوند برکه کارت داد اینا حاضر همه دیده ایستاده است برایمون ما آرزو میکنیم که الهیم اینم قله های بلند صنعت و اینم قله های بلند ایجادیات و اینم قله های بلند حیات به رسیده گرد و ما همراه باشیم من نیت میکنم که آرزو میکنم که همه وقت در کجایی که نباشی کدام حالت به نباشی مثل حاضره نامبردار پدر و مادر نامبردار اهل عائله و ما باش زادروز مبارک باشد یگان بار خنده از زبانت کنده نشود همه وقت مثل حاضره همیشه خنده کرده خرسندی کرده امروز 9 ایول
زادروز دیه پاشای ما زادروز مبارک باشد. من تو 20 ساله شدی. من 20 سال به کیم چند تا رولک الله چند تا رکلام رولک الله چند تا سرود یک تا کینو من خدا خواهد بناز که کلیم پاشا دویم کینو میبرد. این کاری آسان نه. این چیز چند کس میشتد میکند. همین به من میگفته که خیلی مشهور شدم تاجیکستان بگفته بس نه حرکت کردن در کار که دنیا رو مشهور شدن در با یک بار زادروز مبارک باشه. ضرب دل تو تیک دلگشت ضرب دل تو ضرب دل تو ضرب دل تو تیک دلگشت بدان که عاشقتم بزمانی آن رو ختم تمار بیا بگیر دستم بدان که عاشقتم بزمانی آن رو ختم تمار بیا بگیر دستم تو دل دارد مایل تو در دل من تنها تو چرا با من دل سردی تو دوای دل پر درد تو میخوام باشم من تو میخوام باشم من تو من دارم مایل تو در دل من تنها تو من دارم مایل تو در دل من تنها تو گیر دل رو تو ببر با خود تو این دل میتپد بحری تو یورو دل بس چرا میروی تو دلم میبری تو ضرب دل تو تیک دلگه